ما فکر کردم که شاید کدام انرژی خاص باشه در یخچال، اما پرسان میکنیم که چی است، ما تا حالا ندیدیم. گپی است که اینمی فامیلایی که به خاطر زلزله از خانهایشان برآمدن، خیمه زدن در این پارکا و سرکا هستن، باز به اینمی لالاوک هم زیاد فایده رساندن. این که دایی چی است، باز ما پرسان میکنیم که چی فایده رساندن، مقصد کدام چیز دینمی سودا میکنن. جور هستی؟ شکر زنده باشی. نام چیست؟ سمه. سمه. خب آل دایی چی است؟ انرژی است. انرژی؟ چند رقم انرژی؟ هر رقم انرژی است. خب مثلا هر رقم که خواسته باشیم است. خب هر شای داره. خب حالا با پیسه است یا تو مفت؟ پیسه دیگه. حالا ما از کابل آمدیم، خیلی پیسه نداریم. دیگه بریم با کابل دیگه، با پیسه بیاریم، باز بیایم اینجا انرژی برشیم. حالا ما این بریم کابل، باز از کابل پیسه بیاریم. دیگه که وقت که قیمتش میکنی پیسه رو بغض قیمت کن بعد برو. نکنه جوانی. نه دیگه اینجا هتله یا مسافرخانه است که تو خواه کنم انرژی هم برای تو بدم. حالا ما هم یک تا انرژی حق نداریم سر. نه نه چرا نه؟ نداریم دیگه، اگه داشتیم میدادیم. ما بچه تو پیسه نداری؟ تو پیسه نداری؟ 5 روپیه دار. جوش 5 رفیقی هم برای شما میدیم اگه داشته باشیم. جوش 5 روپیه داری؟ دیگه یک دانه بته که مشکل قدر که از دیگه پیسه گرفتی از ما نگی. 5 رفیقی جوش میدم ولی. نه 5 روپیه هم گمش که بان که کرایه ما شوه. دیگه اگه تایران مردیم با چی؟ تایران مردیم اگه گرسنگی چی؟ اگه مردیم دیگه خدا ببخشید. خوب دیگه انرژی هم نه خود اگه که مردی. تو میموری انرژی چی مایی؟ ولی میمان نوازی نمیکنی میمان که میمان نوازی میکنی ولی رقم میمان نوازی نی. یعنی مفت میمان نوازی نمیکنی؟ اگه برای شما میمان نوازی کنیم مفت یک دانه بدیم خوی برادران گله میکنه میگه که چقدر نوجوان است برای ازیدات برای ما نداره. دیگه یک میمان نوازی که بکلگی بکل دیگه مگر یک چاله بایدم دست شما برای من جگاه خودی هم تقسیم کنیم برای خود. ما دیگه میرم خونه. جان قند چطور شد که از هرات سر کشیده ها؟ السلام علیکم، بخیر هستین؟ صحت شما خوب است؟ خیر جان خیر است. قربانتون. باز نگوین که راد نمیم. نه والا میگه دوست را در روز بعد بیازمای نه. خدا روز بعد خود نبیاره، خود فعلا نمیت یک حالت آمده. بیا خیر. نه ان شاء الله که بهتر